جنده کیه؟ کدوم مادر جنده؟ آی پیک نده هر من زود هد زدم شات به خدا زود کس زدم. شات وای هروی الان میرم آرپیجیو بر میدارم. آرپیجی آرپیجیو بیا بده. بیا بیا هرمله بیا. نه بعد بیا اینجا بگیری. بعد بیا قشنگ اینجا بیا. بابا جنده آن کردم مصرف قرآن وای ننه تو گاهی من وای تو با کی حروم زاد؟ پس ننت هروم زاده با تو نیستم. خامنه ای. ولی ببین آخرین فوش من باید بدم. آخرین فوش مال من. نه خونه مادرت مگه اولش با تو بودم هروم. خب کس ننه من تو رو زدم که فوش شدی. من بعدش پس گرفتم دیدم یه لحظه خب نه دیگه تو پس بگیری یا نگیری من کنم بعد نفر آخری باشم که فوش میدم. وای یک کجا رفتی سلام هرومی؟ علی. نزن هرومی. برای این مپ خوب که ویوورا حال بیاد. تا میای جغ میزنم. آه جون چه دافی آب بخوریم. کرج آقا بریم صد کرج کسکه. آه دختر مینا سرشو بگیر. از اینا نزن یتیم قرازه کیر تو کو. ننت گفته علی اومدی منو نزنی. وای یه لیتر مادر انمی میخرم. مادر وای 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 بابا علی دمیجش دادی؟ بودی نگاه توی ثانیه چقدر دمیج میده؟ نزن کسکش. گیر تو کس ننت الان میاد ننش. کس ننتو با کیرم کردم حالا که اینجوری شد. ننتو با همه کردم اصلا ننت خراب ننتو تقسیم بندی کردیم. ننتو تقسیم بندی کردیم خفه شو. نزن جون مادر. آقا نه جدی بیا. خدا وکیلی نزن دیگه. من الان به این ورم اعتماد دارم. جای اون همه که نه به خاطر جای اون همه که منو زدیم منم زدمت. میخواستم مساوی شه. وای ننشو آب برد. ما کیل مسیج. او کیرکمون علی تیرکمون دارم جون مادر بیا بزنم. علی وایس من بزنمت. کس بیا با پم بزنمت. نه تو نزن دیگه احمد. علی نزن فرار نکن کستنه. نه تو گایدم کس ننه حروم زاده کی کس ننه. خونه مادرت بابا این مادر. علی جون مادرت بیا تو رو بزنم اینجوری نمیشه. علی بیا دم در من تو رو بزنم. تو منو نزن مرسی. بیا یک دیگه نزن. ببخشش گانم بعد بس شاد کام گرفتم وای باختیم من که فقط تیرایی جبلم تموشه هم میفهمیدم افغانی کسکش چه؟ بابا به افغانی مادر جنده کنی نکن به افغانیان مادر جنده احترام بذار. حاجی لفت داد اصلا انقدر بد خورد از ما لفت داد ناموسن انقدر کسنن تو که تخم نداری مبارزه کنی گو میخوریم یه پابجی برو سر ساختمونت بابا کوچیک یاده برو بدبخت. او این عرب کون پدر عرب بدبخت عرب کونی عرب جنده این همون افغانی هایی که ننشو گاییدم. برو کس خال بابا من چون هم ریکورد میکنم حاجی یکم لگم اوی الان میام مامانی تو میجوام. سیاپوسه آمریکا وقتی میخوام با هم سلام علیک اسلامی کنن هی برو سلام علیکم و رحمت الله و برکات. وایس علی میخوام بیام انتحاری. هرلی مرسی از علی با بیبیش اسپانسر ویدیومون علی و بیبی علی. وایس حاجی بریم کونشو بکنیم تو اسنایپ. آره دیگه
تو اسنایپ یارش. این دفعه دیگه میکنم تو کونت و سکس خشن را میبینید. وایسا من بیام این آی دفعه آی آی داره کونش پاره میشه. بیا 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 بذار ببینم داره فوش میده. آره اوه وایسا کسکش وایسا اوه وای لگم وای تینگم خراب وای نه بیا اینو فینیش بده اونو به کیرت بگیر اصلا. وای علی بابا لعنت بگوی این همه کسخالی از کجا آموختی؟ خدا وایسا وای کست وای نمیبریم حالا احمق کونی کی تو کونت علی خیلی کونی هستی جدی. بردیم ولی خب میخواستم 15 تایی ببریم نه که وقت تایم تموم میشه احمق. بچه علی از دست دادیم. البته نه از دست ندادیم ولی خب یه ویدیو گرفت اول بزن از اول شروع کنم. خب تایم ویدیو کم شده بود پس ولی تصمیم گرفتیم یه چند تا مپ دیگه هم با هم دیگه بریم و اینا که متاسفانه اون ویدیو کیر شد که همین امروز گرفتیم. الان فردای دیروزه. الان من این قسمت از ویدیو به بعد می‌نیستم هم تغییر کرده یه میکروفونی گذاشتم. خب الان فردای اون روزه و اینکه علی هم که دیگه الان مامانش گوشی از دستش گرفت گفت نزدیکای مهره دیگه گوشی و موشی و خمخ و اینکه اومدیم خودمون بچه‌ها یه این علی کونی این علی کسکش با ما رنگ نمیاد و ما الان یه سولو اسکواد مریض میزنیم با هم دیگه کمپری و اینا شو دیگه نمیدونم یه سولو اسکواد میزنیم دیگه بریم زعبس کنیم. افغانی مادر جنده ننت گویدم کس ننت مادر جنده ننت گرفتم اینجوری با آجور ایرانی آجور تو کس ننت آجور تو کس ننت نون خوش تو کس ننت گیرم تو کس ننت مادر جنده خفشون ننت ببین ننت میبرم سر جامعه ازش بیزنس جدید رو اندازه میکنم ببین گوش کن سرشو بگیر مادر جنده نون خوش که تو بخور چرا اومدی پابجی کیر تو وای 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 خب تازه داره من برام یک کمه کسشو برام روم میکنه. این چی بوده چه خور کسه یا بلفت من اینجوری که پیداست نیست که کسه نرد مادر جفتتون رو گاهیدم. خب جامون سیفه الان هر کسی خود بیاد اینجا ننش رو ریکال کنه زدیم ننش رو گاهیدیم. یه داستان زیبا براتون تعریف کنم. روزی روزگاری دختری 13 ساله بود اسم اون مدگل بود به همراه رفیق خود شاد ما میرفتن بازی میکردن همیشه میرفتن توی پارک با سیمین و اینا دیگه به هر حال آره دیگه لز میکرد. اینا بزرگ شدن اون سیمین که رفتش دبی و مثل که درآمد خیلی خوبی هم داشت و به کسی هم نمیگفت درآمدش چیه خب ولی درآمدش بسیار خوب بود. مدگل هم که شد یوتیوبر پاکدامن ایران و همه او را به عنوان ملکه پاکدامنی و در واقع یه جوری امام مریم معصومه حضرت معصومه نمیدونم میشناسیدش یا نه منم نمیشناسم ولی خب معصومه دیگه پاکترین زن ایران شناخته شد. خب یوتیوبر شد بعدش که دیگه اینا بزرگ میشن راهشون از هم دور میشه سیمین که میره دبی پول خوب در میاره مدگل هم که به هر حال همون فکر کنم شغل سیمین رو داشت ولی خب در قالب یک یوتیوب لک خورم روزگاری دلم با حالت میسوزه داداش واقعا دلم با حالت سوخت. میخواستم وایس هم واز کنم ازش معذرت خواهی کنم ولی آره داشتم میگفتم روزگاری که این دیگه این اتفاق پیش اومد و مدگل یه فکری به ذهنش رسید گفت که بگذار من دلیل ویوهای بالایم را انکار کنم. اومد انکارش کرد گفت که شما ریشی و پشمالویی به هیچ در نمیخوری فقط به دنبال سکسی این کیرتون هر روز و هر شب پس یه نفر بر نمیام
آقا من داستان رو خلاصه میکنم. دوتاشون جنده شدن رفتن دیگه، تموم شد رفت دیگه. داستان دوتا جنده داشتم میگفتم دیگه. منتظر چی از؟ خوب جنده بودن دیگه. خب همونطور که دیدین این بود سزای کمپری. حالا فکر کنید اگر خایه هایتان را به خرج دهید چه اتفاقی میافتاد؟ میرم دیوی کمپته. فکر کنید 1%، فکر کنید خایه به خرج بدید. بدبخت کمپ نکن خب، مگه کست خوده. مادر تو گاییدم، برو اون بر. دمش دارمش کس ننت. ننت تو که با که دالزال. ویکتور کس پدر، کس ننت. من تو رو ننت تو گاییدم. بر خب حالا میریم براشون. چجوری میریم براشون؟ به این شیوه. ناموسن این ناراحت میشدم خیلی. بچه من نوبم میدونم، از طرز وایس کردن و ایم و اینا معلومه. خب خودم اینجوری نبودم، نمیدونم چه میشده. کس مادر. ننت دو بپر بالا. نه که برداشتش بپر بالا. کستره مادر پابجی رو به بدترین شکل گاییدم. وای این کاراکتر کس ننت. ومپایر مادر جنده کس ننت. وای من دوباره این تو خطم بود، الکی پریدم پایین. کس ننت رو میمالم. وردار ریکال کارت وردار، همه چی وردار. بودو یه ایدبلی بده. یه ایدبل. آی جونم. ای حالا با چی برم؟ ای خدا الان ریوایوش میکنه. بمیر داداش عزیزم، بمیر قربونت برم. وای ایدبلم میندازم اینجا. چرا پریدم؟ یا ابوالفضل بابا پویز زدی. خب این هم بود که زدمش. امیدوارم ایدبل نیده باشم. چیزی برای از دست دادن ندارم. کس ننت. وای مرسی که ویدیو رو دیدید و داستان خدافظ.